جنت منظری است که ایشان قاری بیان کردن. موسی علیه السلام سوال کردن یا ربی، موسی بود با خدا صحبت میکرد، پروردگار جنتی که همه مشتاقش است، حتی کافران دعوت جنت دارن و دعوا میکنن که جنت مال ماست. همه گفت خدایا این جنت چی منظره است؟ همه آرزو داره، همه هوس داره. میتونی که اندازش بیان کنی که جنت چقدر مقام و مرتبه داره؟ پسترین شو بگو پروردگارا. گفت موسی پسترین اهل جنت مثل پادشاه های دنیا. موسی شفق زیاد میشه، پروردگارا بالاترین شو بگو. الله رب العزت میگه موسی حالا بالاترین اهل جنت، نه چشم دیده نه گوش شنویده است، حتی تصورش هم در قلب کسی نیست. ایشان قاری حدیث را بیان کردن کمترین اهل جنت. مفصل حدیث رسول معظم اسلام میفرمایند که او انسان اینقدر در دوزخ سوخته میشه و صبح سیاه میشه. صحابه سوال کردن حضرت جان اون انسانی که سیاه میشه چه خیلی جنت میداره؟ جنت منظره زیباست. گفت اونجا حوضی هست یک بار آوازی میکنن مثل مهتاب زیبا میشن بعد جنت. حدیث ایشان قاری بیان کردن میگن این تا سوزانده میشه و که دیگه دست و پاچه کار نمیکنه، هم تا زمین ده شکیده بردیسته. رحم الله را ببین، رحمت خدا را ببین، مهربانی خدا را ببین، با بنده چه صحبت میکنه. یا فلان ابن فلان، ای بچه عبدالله فلانی بچه فلانی برای جنت. حبوه در لغت عرب مکسره میگن خشب زمین کشیده میبره. بلا که جنت پر هست فیرجع فیقول یا رب، میگرده میگه یا الله آخه جنت تو دیگه جا نداره، من کجا برم؟ دوباره برم. هم تو عذاب کشان میره و باز پر فیرجع فیقول یا ربی، میگرده میگه یا الله نیست جو. سیم باره میره، سیم باره آمد عجیب با خدا صحبت میکنه. اتسخروا او تضحكوا بی و انت الملک، خدایا ایروز تو به حال من میخندی، مرا مسخره و شرمنده داری در بین امت. خدایا جنت تو جا نیست، من چخیل برم؟ پس پروردگار رب العزت انقدر رحمتش وسع میشه و میفرمایه های فلانی همون جنتی را تو گمان میکنی که پر هست هیچ امکانیت جا نیست. اگر مثل پادشاه های دنیا مقام و مرتبه و خدمتگارت بتون از من راضی میشی؟ بنده را ببین ناز شه، با خدا صحبت نکنم. خدا میگه از من راضی میشی؟ خاموش است. دو برابرش میتون بنده هم راضی میشی؟ نازی بنده را ببین با خدا صحبت نمیکن. سه برابرش میتون راضی هستی؟ خاموش است. چهار برابر میتون راضی هستی؟ با خدا صحبت نمیکنه. فیقول فی الخامس، وقتی میگه 5 برابر پادشاه دنیا مقام و مرتبت میتون، فیقول فی الخامس رضیت ربی، نوم از تو راضی شدم یا الله. الله رب العزت میگه 10 برابرش میتونه. هر چیزی که دلت خواهش میکنه من برات مهیا میکنم و هر چیزی رو گوشت میشنوه من برات مهیا میکنم و هر جایی که چشمت میبینه برات مهیا میکنم. بیان میکنن میگه حتی میوه جنت خود به خود پیش انسان میاد. شارحین حدیث میگه یا انسان کچه بالا میکنن میوه رو میخوره یا میوه پس پیش او میخوره. حتی رسول اصحاب چگونه تیار کرده بود آشکارا گفت امروز کدامی از شما جنت رفت آشکارا بی یگام اشتباه همه صدقه من. عبدالله ابن عمر بچه میگه انا یا رسول الله امروز من جنت رفتم. همه تعجب میکنن که الله امروز من از آبهای جنت نوشیدم. حبیب خدا سوال میکنه یا عبدالله کیف دخلت و اکلت و شربت، کنه قیسه که امروز چی خیل جنت رفتی و چی خیل از میوه هاش خوردی و چگونه از آبهاش نوشیدی؟ جواب میده حبیب خدا امروز من قرآن میخوندم، من وقتی درباره وصف جنت خوندم والله حالم پرنده های جنت فریاد دارن صداش در بیخ گوشی من هست. و وقتی من درباره میوه های جنت میخوندم
حبیب خدا هم والله مزش از دهنم نرفته. وقتی من درباره آبهای صاف و مصفای جنت خوندم، حالم شیرینیش از حلقم پایان نرفته. اصحاب رسول الله با این اطمینان قرآن میخوندن. ببین، با این اطمینان قرآن میخوندن، با اطمینان. امروز ما جنت رفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت اهل نماز از نماز می‌درایند دروازه جنت، اهل روزه از روزه، اهل زکات از زکات. ابوبکر دست بالا میکنه، حضرت جان آیا هست نفری که از همه دروازه های جنت بدرایه؟ رسول الله میگه بله و آرزو میکنم یکی از اونها تو باشی ابوبکر که از همه دروازه های جنت میدرایی. چقدر صحابه باور در جنت داشتن. از من میپرسم نه امیرالمومنین، این دو شتر صدقه اگر یکی در تشنگی و گرسنگی بمانند، خداوند مرا سوال کنه من چی جواب میتونم؟ بنده ها را سوال نمیکنه، عمر ابن الخطاب را سوال میکنه. عمر است، نباشه میلیون ها عمر گذشت و اما عمر هر کسی را بگو میشناسش، میدونه که کدام عمر است. این اونا چی فکر عقیده داشتن که خدا روز قیامت آیا از بنده ها سوال میکنه یا از عمر؟ و هر روز همطور ریش مبارک میگرفتن میگفتن ای بچه خطاب هوشیار شو، تو برای امت محمد فردا روز قیامت پیش خدا چی جواب میدی؟ هر روز مصلحت خودش همی بود، نصیحت میکرد با خود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امتش هستیم. جوان مردا وقتی آمد است که بگیم با محمدا، امتی که حضرت آرزوی دیدار کرد که یک بارک چهره‌های من و شما را ببینم، امتی که 23 سال حیات برای من و شما صرف کرد، حداقل بیاد یک روز 23 مینوت در فکرش باشه، حداقل در حیات یک بار در فکرش باشه. این جوان مرد چگونه جوان مرد بود، چه خیلی شاگردا برآورد و تا امروز الحمدلله مکتب و مدرسه و مکتب های عالیش جاری هستند. صحابه بودن که میگه وقتی دید نیزه آمده است جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، تنها مجروحن، هیچ امکانیت دفاع کردن نداره. انگشتاش هم میگه 3 تا انگشتش میگه پرید رفت. صحابه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن ابی و ام فداک، پدر و مادرم فدای تو، ساعت تیر بزن که امروز مشرکا ما را اذیت داده ایستادن. صحابه که قدر یکدیگر را میدانستند، امروز خداوند یک تا بیماری را آورده است، هممون سرگردان و سرحیرانه. یک تا بیماری شد همینجا آگاه میکنه که بین یک بیماری را آوردم همه سرگردانه. انا همین روز میشوه که همین اعلان هم میکنم. میدونین کدام اعلان هست؟ اعلان مالک یوم الدین هست. روز قیامت الله رب العزت همه از آدم تا آخر اعلان میکنه پادشاه روز قیامت کی است؟ آدم سر نمیبرداره، نوح نمیبرداره، ابراهیم نمیبرداره. نوح که دعا کرد خداوند دعای او را همه روی زمین بحر کرد، سر نمیبرداره. هم تو سرخم موسی نمیبرداره، عیسی نمیبرداره، حتی محمد رسول الله نمیبرداره، همه سرخم هم. و خود جواب میده لله واحد القهار. این روز ما هستم میگه تمام. واقعا همین روز در چشم سر میبینیم دیگه، انتظار این وعده در قیامت نشین. همین جا همه حتی میبینین لباس ندارن، سر در سجده مونده استین. این دلالت میکنه که لله واحد القهار. این من و شما را آگاه میکنه که صحابه بزرگوار با چگونه عقیده و فکر در عبادت می نشست. رسول الله بخیل نبود، سخی بود. حتی روز خداوند جبرئیل فرستاد که بره رسول الله را بگو که ابوبکر سلام بگه.
و بعد بگه که خدا میگه ما ای ابوبکر راضیم، کنی ابوبکر پرسین ای خدا راضی است یا نه؟ چقدر رسول الله خوشحال میشه که خدا به برادرش سلام میده. ابوبکر مبارک چه خدا تو را سلام میگه و بعد میگه ما از ابوبکر راضیم، کنی ابوبکر پرسین ای خدا راضی است یا نه؟ وای وای گفت فضل جون من نبودم خدا مرا پیدا کرد و باز میگه از من راضی، ما چه از او خدا راضی نباش و از طور پیغمبر نازنین راضی نباش و از این دین مقدس اسلام راضی نباش، من راضی هستم. برادر بزرگوار، رفیق خوب انسان با کجاها میبرد؟ تصور بکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه نعمت بزرگ بالای من و شما بودن. از همه نعمت بزرگ بالای ما و شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. تصور بکن صحابه را ما تعریفاش شما را گفتم. حضرت یکی از صحابه پیامبر روایت میکنه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم قبرستان زیارت رفتن. چی گفتن؟ السلام علیکم اهل القبور، سلام بر شما این مردم قبرستان، انتم لنا سلف، شما پیش از ما گذشته و اگر الله بخواد ما هم با شما نزدیک میشیم. همونجا گفتن دوست میدارم برادرام رو ببینم. صحابه گفتن حضرت جان ما برادرات نیستیم، ما رفیقات نیستیم. گفت شما صحابه های من. حضرت جان رفیقات کیان؟ گفت حالا پیدا نشدیم. حضرت جان اونا نیستن، چه میشناسیشون؟ یا آدم 100 اسب سیاه داشته باشه، اسب پیشانی قشقه، همون اسبش معلوم نیست؟ گفت معلوم است. گفت همون رفیقایی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه، او روز قیامت میارن دستها و پیشانی هاشون نورانی است، ما پیشوازی ها میبرم. میدونین نور از کجا پیدا میشه؟ یک قربای آب تاراتی که 2 روبل هم قدر نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی در این دنیا تورات میکنه میگه آرزو کاش که میدیدم شب، لیکن در این جنت میشه روز قیامت. فرات هم میدونین اکای ما چه وقتی ماشین شه عروس میاد کودکا شادی کرده دویده میرن. پیامبر آرزو کرد که کاش که ما و شما را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم یک بار پیغمبر را میدیدیم. برادرای خوب میدونین چقدر خوب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که روایت مسلم شریف از جنتی ها جنت میدونن، بعضی رفیقاشون نمیبینن ناله میکنن ای خدا آخر ما در جنتیم، رفیقای ما قطعی ما نماز میخونن در دوزخ هم، ما نمیخوایم به او جنت بریم. خدا میگه وارو بریم بیاریم. وقتی که سر میشه و حساب عرش الهی را میمونن، حضرت آدم از اون طرف میمونن و آدم را حساب میکنن و یک نفر میگن به طرف دوزخ بره. حضرت آدم میگه میخه عرقای کلام میکنه و آبای دیگهش میریز، میگه من یارو خلاص کردن نمیتونم. محمد در کجا است که بیا یارو خلاص کنه؟ محمد فریاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد پیش ملائکه‌ای که بعد رو طرف دوزخ اینا نبرین دوزخ. حضرت خودت میدونی ما رو خدا چقدر تعریف کرده که هر گپی بگه ما گپشم میگیم. میگه حضرت جان همین خیلی دست چپش خطریش همین قبل طرف عرش خدا نگاه میکنه، میگه خدای تو مرا وعده کرده بودی که من تو درباره امتات راضی کنی. خدای من راضی نیست، میاد دوزخ میره یا را خلاص کن. الله میگه دوباره حساب شما کن، حسابی را صحیح کن. وقتی حساب میکنن فقط ثواباش حساب میکنن، خطایی ها را ندیدن. طرف جنت میگن ببریمش، اما آدم میگه یا دقیقه بسیم من قطعی آدم گپ زدم یکی بود مرا از آتش جهنم خلاص کرد. برادر تو کی هستی مرا خلاص کرد؟ مرا نمیشناسی، ما محمد رسول الله. هرچند میگن طرف جنت داره، میگن بسیم امری قک تماشا کن. میدونین مشکل پیغمبر است؟ ما امتی کی هستیم میدونین؟ همه پیغمبر آرزو کرد کاش که ما اوترا میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم که میدیدیمش. طرف جنت رفتیش از طرف پیامبر پیشواز میشه. حوض کوثر است. رسول الله میگه یک قطره اگر الله نصیبتون کنه همون گرمی قیامتش با تشنه نمیمون. تصور بکن رفتیستی بخوای که با همون ظرف و پیاله ها از همون حوض بخری، حضرت جان ظرف و پیاله رو سکنه با دستاش بگه بیا ای دستای من از این آب بنوش. چی نعمتی بزرگ است برا. کار خدا به حکمت نیست. اگر حالا رسول الله در این محفل ما میشید چی میپرسیدیش؟ چی میگفتیش؟ از رسول الله چی خواهش میکردی؟ شاید به مجرد دیدن جانمون رو به الله تسلیم میکردیم. شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای خودت وعده کرده که جنتی ها هر خواهشی داشته باشه اجرا میشه.
خدایا اگر در تقدیر ما جنت است ما را با همه اکامون جنت ببخش و یک بارک در جنت اجازت بده با رسول الله صحبت کنیم درد دل ما نبگیم شد همه قبولش که محمد تو را دوست بدار تو برای ما از جانمان هم عزیزتر هستی اکای ما دلارای ما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بسیار شنونده از گوینده زیاد عمل میکنه اگر شما جنت رفتین مرا ندیدی از خدا خواهش کنید برادر ما ختیمو بیار در دنیا ختیمو میشه صحبت میکرد ما گپی او را گرفتیم عمل کردیم شاید او خودش عمل نکرد خدای ما خواهش داریم برادر ما را بیار خدایا اگر در او جنت دیداری تو نباشد و رضای تو نباشد و دیدار پیامبر و شفاعت پیامبر نباشه ما در او جنت در کار نیست با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت شهودی داره اکون طرف جنت میره سوره یاسین میخونین سلام قولا من رب الرحیم هم تو رفته است که الله رو فرود میاد السلام علیکم ای جنتی ها میخواین عزیز زیادتر تام جنتی ها خدای ما با رسول الله ما از آتش جهنم خلاص شدیم دیگه چی بخوایم خدا میگه خواهشای داره فراموش کردیم ما این روز شما راضیم دیگه شما خفه نمیشم و دیداری به مثل مانانش نشان همه سر در سجده میمونن پیامبر میگه الله میگه ارفعوا رؤوسکم سرا رو بردارید دیگه سجده نه مرا تماشا کنید و من شما را تماشا میکنم بدون جنت چقدر نعمتی بزرگ است پیامبر صلی الله علیه و سلم ما برادر آخر انسان جنتی را میگم بالاش ختم فیصله کنه آخران انسانی که بعد او دیگه کسی جنت نمیدره هم تو کودک نو کمالات میرا میگم خیخشه از آتش جهنم برآورده کشیده برسه که الله فریادش میکنه ای فلانی بچه فلانی بره جنت میره که جنت پر از جا نیست میای میگه خدا جنت تو پر از جا نیست دوباره میگهش برام سیم بار ببین عجیب علم میکنه خدایا تو مرا مسخره میکنی ما در دنیا گپ نگرفتم امروز تو مرا شرمنده داری خوب جنت تو پر از دیگه جا نیست من که جا برم حتی یک جایی من نیست الله اینقدر رحمش میومد میگفته همون جنتی رو تو گمان میکنی پر از یگان جا نیست در همون جنت مثل پادشاهای دنیا مقام و مرتبه و خدمتگار به مطمئن راضی میشی خدا رضای بنده گناهکار را حاصل رو پیامبر میگه ناز جنتی رو بی با خدا قهری میکنه گپ نمیزنه 2 برابر دش میتون گپ نمیزنه 3 برابر 4 برابر وقت میگه 5 برابر دی پادشاهای دنیا مقامت میتون میگه فیقول فی الخامس رضیت ربی اگه خدا من نوای تو راضی شد حرکت کنین جنت از خود کنین انسان جنت با یک کلمه میتونه حاصل بکنه اگر برای رضاش باشه